الو، سلام، چطوری؟ سلام بر بیخیال ترین مامان دنیا. یعنی چی؟ بابا تو دیگه بچه داری، میخوای پاش بیای تولد ساناز؟ خب بچه دارم، زندگیم که تموم نشده. خدا رو شکر قربونش برم، بچه‌م هم خیلی آرومه. خوشخیالی یا الان آرومه، بذار چند ماه دیگه نوزادی در بیاد پدرتو در میاره. پشیمون شدم، من نمیام. به شما خوش بگذره. وا چرا؟ چون که سالها پیش من باید باهاتون قطع رابطه میکردم. شما دوستای من نیستین، دشمنای منین. همیشه منتظر نشستین ببینین که کی من بدبخت میشم و خوشحال بشید. کاش یاد بگیرید یکم برای بقیه آرزوی خوب بکنید. واسه همینه که همیشه یه جای زندگیتون میلنگه. برو بابا، افسردگی بعد زایمان زده به مغزت. بی شخصیت.